جهت اجرای دستور سفارش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اوید به وسط کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه اش نیز نقشه چهاربینی‌ها طراحی شده مورد تطبیق قرار دارد. یکی از سمت‌های آن تعمیر جاری و منفرش‌کنی پوره و شغل‌پوش‌کنی راه‌های حدود جماعت‌ها، کوچه و پس‌کوچه‌های محلی زیست محسوب می‌یابد. ناحیه اش دارای 185,000 نفر اهالی و 8 جماعت و یک شهرک است که در حدود همه آنها امروزها تعمیر و منفرش‌کنی و شغل‌پوش‌کنی راه‌ها ادامه دارد. در این سمت برابری کمک و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و همچنین وزارت نقلیات، صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و اهالی دهات نیز سهمگذاری کرده ایستادند. طبق معلومات پیشنهاد گردیده سال جاری در حدود جماعت‌های ناحیه 8 با نظرداشت راه اتومبیلگرد خودجان 8 تعمیر و منفرش‌کنی 30 کیلومتر راه و نقشه گرفته شده. در نتیجه کمک و دستگیری صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و اهالی تا به امروز 69 کیلومتر راه تعمیر و منفرش کرده شده است. منفرش‌کنی راه‌ها با تکنیک و اشتراک متخصصان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه نیز عملی کرده شده. این سمت کار با نظرداشت مساعد آمدن هوا با مرام ادامه دارد. تا به امروز در جماعت دهات آشوبه 22 کیلومتر راه‌ها منفرش کرده شدند. در جماعت پانغاز 5 کیلومتر، در جماعت شهرک شیدان 13 کیلومتر، در جماعت دهات پنوک 12 کیلومتر و دیگر جماعت‌ها نیز این پیروی کرده منفرش‌کنی ادامه دارد. این منفرش‌کنی‌ها اصلا با تشبث صاحبکاران ناحیه و اهالی ادامه دارد. در اینجا کارگران ما با تکنیک‌های راهداری برای منفرش‌کنی کمک کرده ایستاده‌اند. طوری که مسئولین به ما اظهار داشتند با نظرداشت تعمیر جاری، شغل‌پوش و منفرش‌کنی راه‌ها تا به امروز 29 میلیون و 647 هزار تومان صرف کرده شده است که نشان داد نسبت به نقشه 230% را تشکیل می‌دهد. با جانبداری پوره از سیاست سازنده سرور دولت محترم امام علی رحمان، اهالی دهات ناحیه 8 صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه در این کار خیر بهر آبادی ناحیه و محلی زیست خود سهمگذاری می‌نمایند. چنانچه برای تعمیر و منفرش‌کنی و شغل‌پوش‌کنی راه‌ها صاحبکاران 15.7 میلیون تومانی، از بودجه محلی 25,000 تومانی، وزارت نقلیات 305,000 تومانی و مبلغ باقی مانده از طریق شخصان سخاوت پیشه و اهالی دهات پرداخت کرده شده است. الحال منفرش‌کنی راه‌ها در حدود جماعت آشوبه ادامه داشته. بعداً تکنیک‌های راهساز به شهرک شیدان برای منفرش‌کنی کوچه و پس‌کوچه‌های محلی زیست آورده می‌شود. باید تذکر داد که روند منفرش‌کنی راه‌ها در همه جماعت‌های دهاتی ولایت به نظر رسیده. مردم با شکرگزاری از صلح و ثبات، آرامی و آسودگی کشور و با باوری کامل به آینده نیک و درخشان فرزندانشان در این کارهای خیر سهمگذاری می‌نمایند.